این شب فرزنددار شدم. حالا نصیحت هم کنید که فرزند رو چگونه تربیت کنم. استادشم یکی از خیرتمندان و دانشمندان اسلام میگوید فرزندم شما دیر کردید. این فکر میکند که سوال را نادرست فهمیده است. تکرارا میگوید که من این شب همین شب فرزنددار شدم. چیکار کنم که در تربیت فرزندم کامیاب شوم؟ استادش میگوید که شاگرد شما دیر کردید. تربیت فرزند از او وقت انتخاب همسر شروع می شود. حالا اکثریت کل همین چهره و زیبایی و پولداری و